سلام بینندگان عزیز، امروز شما را به قلب جنگ سرد می بریم، جایی که هر قدم الکساندر ولف جاسوس ماهر می تواند سرنوشت جهان را تغییر دهد. او در ماهی غلیظ برلین شرقی قدم می گذارد. سایه ها حرکت می کنند و هر گوشه ممکن است کمینی دشمن باشد. در کوچه بارانی الکساندر تصمیم میگیرد مدارک سری را از دست یک باند قاچاقچی نجات دهد که برای فروش آنها نقشه کشیده اند. با حرکات آهسته و دقیق از پشت دیوارها و پنجره های تاریک عبور می کند و نگاه های تیز دشمن را زیر نظر دارد. در یک کافه مه‌آلود او شاهد ملاقات سیاستمداران فاسد با نماینده دشمن است و باید بدون دیده شدن اطلاعات را ضبط کند. ضربان قلبش بالا می رود. هر صدای کوچک ممکن است ماموریت را نابود کند، اما او تمرکز خود را حفظ می کند. از پشت بام ساختمان دشمن او را تعقیب می کند. یک قدم اشتباه می تواند پایان ماموریت و جانش باشد. الکساندر با پرش دقیق و حرکات سریع از دست دشمن فرار می کند و به تونلی مخفی پناه می برد. در تونل سایه های مرموز و صداهای قدم دشمنان تنش را بیشتر می کنند و او باید تصمیم بگیرد کدام مسیر امن‌تر است. مدارک حساس را بررسی می کند و متوجه می شود اطلاعات حیاتی درباره یک عملیات نظامی و باندهای بین المللی دارد. تصمیم می گیرد از یک مسیر زیرزمینی خطرناک عبور کند تا بسته اطلاعاتی را به متحدانش برساند. در جریان عبور صدای شلیک و قدم‌های سریع دشمنان لحظه نفس را در سینه اش حبس می کند. او با استفاده از رهروهای مخفی و پله‌های اضطراری موفق می شود از کمین‌ها فرار کند و مسیر خود را ادامه دهد. به یک ساختمان متروکه می رسد، جایی که باید اطلاعات را به یک مأمور متحد منتقل کند، اما اعتماد هنوز یک سوال بزرگ است. ملاقات در اتاق تاریک با نگاه‌های پر از سوء ظن، پر از تعلیق است. هر لحظه ممکن است او لو برود. الکساندر با حرکات دقیق و لحظه سریع بسته را به دست متحد می رساند و از محل خارج می شود. در مسیر بازگشت با یک تیم نظامی دشمن مواجه می شود که راه خروج را مسدود کردند. او با تاکتیک های زیرکانه مسیر دیگری پیدا می کند و از برجستگی های ساختمان برای مخفی شدن استفاده می کند. در یک ایستگاه مترو او شاهد معامله مخفی یک سیاستمدار با نماینده دشمن است و اطلاعات را ثبت می کند. هر حرکت او پر از خطر است. حتی کوچکترین صدای کیف یا قدم می تواند ماموریت را نابود کند. تصمیم می گیرد
از پشت بام عبور کند، جایی که باد شدید و مه مسیر را سخت می کند، اما تنها راه است. یک تعقیب و گریز نفسگیر در شب آغاز می شود. الکساندر با سرعت و دقت حرکات دشمن را پیش بینی می کند. او از تیررس دوربین‌های مخفی عبور می کند و از راهروهای فرعی عبور می کند. قلبش تند می تپد. در ساختمان بعدی دشمن به دنبال بسته اطلاعاتی است. لحظه کوتاه برای تصمیم گیری حیاتی است. الکساندر بسته را در مکان مخفی پنهان می کند و با دقت راه خروج را بررسی می کند تا شناسایی نشود. از پنجره باریک خیابان مه‌آلود را زیر نظر می گیرد و مسیر بعدی خود را تعیین می کند. در کوچه تاریک با یک مامور دشمن رو در رو می شود. تنها یک لحظه غفلت ممکن است پایان ماموریت باشد. با استفاده از حرکت سریع و سایه ها موفق می شود دشمن را گم کند و به مسیر خود ادامه دهد. مدارک بررسی می شوند و اطلاعات حیاتی درباره باندهای قاچاق و سیاستمداران فاسد آشکار می شود. تصمیم می گیرد اطلاعات را به متحدان بین المللی منتقل کند. مسیر پر از خطر و کمینه‌های مرموز است. ملاقات در ساختمان متروکه با نور کم و سایه‌های بلند تنش و رمز و راز روایت را بیشتر می کند. هر قدم، هر نگاه و هر نفس می تواند جان او را تهدید کند. تمرکز کامل ضروری است. در جریان ماموریت او شاهد خیانت همکاران و لو رفتن اطلاعات می شود. اعتماد دیگر مفهوم شکننده است. با تاکتیک های زیرکانه الکساندر دشمن را فریب می دهد و مسیر خود را امن می کند. اطلاعات جمع آوری شده شامل اسناد محرمانه نظامی و مالی است که جهان را تکان خواهد داد. بازگشت به محل امن هنوز حس خطر پابرجاست. دشمن هر لحظه ممکن است کمین کند. حتی وقت ماموریت ظاهراً موفق است. سایه ها و تهدیدهای پنهان او را رها نمی کنند. الکساندر سایه مرموز در دل جنگ سرد با تصمیم‌های سریع و جسورانه ماموریت را پیش می برد. حتی امروز داستان او یادآور هیجان، خطر و دنیای مرموز جاسوسی است که همیشه رمزآلود و سینمایی باقی می ماند.